بلندترین ایدی را از کی گرفتین و چقدر بوده؟ بلندترین ایدی از پدرم، خدا بیامرز نگرفت. خدا باشن. چقدر برتان داده بود؟ او 20 افغانی داد. دو زمان طفل بدم بازم شوید میداد 20 افغانی مرا. بسیار و اون چرا میداد که من انسان خوردم بودم ولی روزه را میگرفتم، با وجود که میگفت که نوز وقتش نیست ولی من روزه که میگرفتم بازم شوید خود برتان میداد. باز 20 افغانی مرا میداد. یعنی بلندترین ایدیم خدا بیامرزه پدرم. خودتان بالاترین ایدی که به کس دادین چقدر بوده؟ ولد من راست پسال بکنی یادم نمیره. خب 500 هم دادیم، 1000 هم دادیم، 2000 هم دادیم. اون چقدر بمیره. و قبل از این مثال دوستای ما که در خارج بودن اونا کمک میکردن. مثلا شما برای دهید تقریبا 118 یتیم هم به شکال آجور کردم. سلامت باشین، زنده باشین. وقت دمای بارک رمضان هم مواد ارتزاقی را که فامیلایی که اونا نیازمند بودن برای اونا دادیم. بگرد چی با وجود که اولین بار اسم یاد میکنم ولی ایران ما با حساب ایدی برای اطفال که یتیم بودن برای اونا بسیار خوب. اونا بگیرن. خب در روز عید همه کالای نو اگه همه نی اکثریت میپوشن، اکثریت میگیرن. ولی او اطفال که باز ندارن اونا یک نومیدی در دلشان میگه. طبعا که هر اطفال یک آرزو داره که همه این لباس نو میپوشن، ما باید باز این موضوع را مد نظر گرفته با یکی از دوستایم که در خارج بود به تماس شده که آقای نبیزاده است که شاید بشنون، اونا باز مرا کمک کردن من یتیما را برشان کالا بدم. راست پسند کنی از این کار خود بسیار زیاد خوش هستم. حداقل باشین و مقصد دست یتیما را بگیرین.